سلام علیکم برادران، خوبین؟ بخیر؟ خیریتین؟ جان جیم جوره؟ تو فقط بگو دفعه اماماره اعلان مونی تو. مقصدم بود خوش خورم باشین دیگه. توخین برادران دیگه نظاره را عجب زندگی خواست. جان دیگه متنوشه توخین برادران، اینی زندگیه. مردم مگه جنت، یه جنت کمی داره؟ جنت جان توخین دیگه. یعنی درخت های انگور هم آد دیگه. هنوز جور نشده مگر جور مش نمیشه الله دیگه. به زودی ولی نه ما تو اصلا جای روی دیشون خب توخین خانه این پیش درخت ها جور شده. همین جایی که درون نمونه آقای خالد این جای او زمان بیا که برف میزنه او زمانی که برف میزنه نه این دوراره خیلی خوبصورت میشه نسبتا در جای یخه نه؟ ها چون زمستون اینجا کم برف هم داد به نظر مثلا اینجا هر سال تقریبا هر سال میزنه. این است پس پشتی آقا یعنی دیگه مردم ها توخین دیگه دمسد. خوب سه توخین فهمیدی؟ زندگی دیگه انجوی کن انجوی. دیگه هر کس که میخواه دیگه این قنجه سیکل خود خرسنده میتونه دیگه. توخ مردم ها قنجه سیکل خود میرسنه. کویتا من بود فامیلی از بالوش تیر مگل به خدا. تو خانه کونه مست ماشاءالله خوبصورت معلوم میده. نظاره بسیار خوب نظاره. اگر کس کی بفهمه نه ما مورد جنت مگر این تیم جنت اینی را دیگه خوش تیر که نمی تیم را تر جاگا کم زره کم میلاو میشه مردم را. تو دوخین جاگا را جان توخین جاگا را درخت زیتون این نایشست درختای زیتون. نفرا از پشت روغن چی میگشتم مگر اینجا مو کرده درختایش پیدا کردی. یعنی توخین سرسبز نسید اگه مول دسته ما بچه ولا مو فیلال استدمی شریف ایتالیا. شکی نامشم شریف شریف ایتالیا یعنی دیگه جنت دیگه توخین برادران. آیسته آیسته بس مو شمار خوب نظاره نشان میدی دیگه. یعنی دیگه جنت الله جان هر کسی تر نظاره را زندگی توخ کده نمیتونه. کس کی توخ کدنیه خب بال بایه. امور مگوانه بسیار خوبصورت یار. توخین دیگه برادران. نظاره اینمی که خوب موسمه اینی نظاره دیگه برادران. مقصد فیلال از بلی روड رही که سیران پشت زبانه یک جای مای جور کنی توخین دیگه برادران دیگه نظاره را این نظاره. اوف یا خدا مزه کد ولا ای در جگه جان کوار توخین
ماما نپیشون روزو کنه اون اینمی کور کیوشونین نه این دو دونه کوره پالو دا پالویه این دیگه کوی بیروریه دیگه میرسیم انشالله دیگه بزودی توفکن این گانای محمود از کجا گره تو بچه پیش محمود که بود نمیته گانا گوش نه هیچ مرکز که در یوروپ کیوش میتنین یعنی شریف ایتالیا است فهمیدین همدینین باین ویزیت گرفته باین اینجی جای بسیار جای لوکس است توغم میتنین یزی جنت هم کمی نداره دیگه yani kovaruş minin yani de peşinimizi kovarim diye bildiğimizi koy diye onu çiğ cayasın ben cayasın bunu hiç matan afın belki खूप शहर आहे मला da o liko ki mu शहर जोर होता انگلیزه شهر ولی که تو خینن کوره چه خوبصورت معلوم بیده این سرکار نو جور نه سرکارش خراب بود یعنی موسم دیگه تو خین موسم بهاری چه خوبصورت یار با قرآن نسبا اور این عجب زندگیه دیگه تو خین زندگی ره نه جان جان یار چقدر خوبصورته والله تو اخین جان یار آقای جان بسیار خوبصورته یار ये ड्रेस زیر سودم جای پیدا کردین شما ما دیگه دور فلانش تو مو بچن او جنابی تو سیل که میگی بچهای ماجرا زیاد هستن نه دمو کمپ هستن آن دیگه جای خوش نیونه بسیار خوبصورته والله تو خینو برادر این این تو میتونین دیگه برادر تو خیان مردم قدیم موتورسیکل لا چکر بیزنه دیگه این دیگه سروار مسخام بدم تو خیلی جنت ره یا ترى في سيرة كل كوري سرکار ایتلی نمیره قمن دیگه مارماروک کس کی میخواد ایتلی باید لیکن کم ड्राइविंग कम जरा ख्याल करना कि सड़का ऐसी बिचार नाइस सड़का है मोटर की मार शोर मुखरा ये मोटर रास्ता دیگه کس کی ड्राइवर خوب است خوب میشلانه کس کی ड्राइवर خوب نیه دیگه مگه مود جنت میخوای بری
یعنی تو آخر مردم خنجه سیکل موره دیگه اون ارانم زد مروش کده نه پاپ کده رای بده نه جنت رسال کنه مقصد مو نیتی کسر خراب کردنی نیستی مو در ضرب زور کوی کده نمیتونی مردم را هر کس کی توغ منونه نای یعنی جای ایتلیه این شهر نامش ینکون سنگال نام داره حتمش تو غلط گفتی غلط ادرس ندید نه مردم را خو این کدام جای است ارچیویا یک چیویه ببخشید ارچیویا مو هر چیویه آفرین نی دان از مو چکر نمخره توقین شهر بلی کجور ده جان فهمیدین خوبصورتی رو توقین خوبصورتی تصفیرات اون دورم خبریان اون دورم خو اون دور نمانی بلی که دور مانی تو गाड़ी बली चढ़ाई इन तरबाल मुशना हाँ ये चढ़ाई ये बली को रही है رفیق از من بسیار نایس گانا میله که شوق شما ده خانه رو توخین این خانه خوی شهر از خود خو چیزم داره میپم داره توخین خوبصورت خانه رو جور کده این بلی کوه دیگه مو ملی کوره مو خانه تو انده بالا یعنی اینجا میخواید من سوپرمارکت دیگه برای زی مردم میتونین اینو تر خوبصورتی روش کنین دیگه مقصد ببخشین دیدنت نیستم یک دفعه با موبایل سرم زی چیز کی بوری نه بلی سری کو شمور نشان میده مرغاویر توخ این خاص کټه مرغاوی خوبصورت خوبصورت جگه هم است دیگه زندگی بس نجمع فهمیدی؟ خب تو دیش نجمع از این بال نمورن؟ نه وانا مردم یه گرماد نه بس از رایش بس پیدل روی بلیزی چڑایی بورن بس تا تامونه وين توخين بسرتيره يعني المرسي مش مريم أنا جاب ترمو بس كيف خوبصورتیه اینجا یک دانه کمپی مهاجیرم هسته دیگه اونجی مختلف آدمای به اینچی از هر قوم تعلق داره تو میتونین بلی کوره گاڑی هم چکر نمخره زیاد انتر رافل مارو گولای یعنی خانه‌اش که تو اونو فل مریابات ده یادیم مایا خانه قدیمی رنداز نه دور انداز نه اینا خوبصورتیشه میتونین اینا تو خین دیگه جان یعنی جنت انا خير ان البال موري باس centro
اینیش هم است مو مین جگهشی که نامش است چنترو در ایتالیا میگه چنترو سنتر این سنتر رو میگه. اینی دختر ناجایز دروازه رو باز کرده که اینا قریب زده بودیم و خوبصورت است جایش. این شهر توریستیه فهمیدی دیگه آه. بیشتر نمی‌کنم. اینی بس شهر توریستی دیگه کسی که مدینه بود ویزیت کردنی بود مور خبر بیده مقصد کرایه حساب کتاب شیر نوت خدا بس مو اونا رو بال کده اینجا میاری برای چکر. اینجا اوتلایش هم هسته کسی که خواستنی بود اوتل اینجا بگیره. آره یه مین جگهشه ایران من داخل سنتر شو رو مردم ها تو خیلی اینجا مردم هاشی قص خوب مردم هسته که ماسکری نیج نزدن. ها قدیمی ها دیگه همزو قدر مردم زیاد مای توریستان اینی اوتلار فیلال بند کده از خاطر الله جان جان قدیمی نفس را توخ کن. نه بود اون وی آقای خلیل زمان که برف بیزنه نه اینه منجی بیا گاڑی رو خراب کو او دور بر سیل کو شما هم روکین یک لحظه وری که جان را توخ کنی جگر را اون طرف مثلا برد تا برد استا دیگه جایم خوب جایم یا بخالم نیه نه بخالم نیه یعنی میه اون نوی توخین دیگه جنت را یکم ذره انتر درخت آدم راج گرفته مقصد جاتانر این چی مونین؟ منجی مثلا ترس خورده که تان نرده بس توانه توخین دیگه جنت را جنت را توخین کوار توخین اونو فوجیش است او که استاده است نه اونو هر چیش لیکای است ای فوجی یعنی اینجا فوجیایش بوده که گاه کنترل میکرده فهمیدین بس دیگه اونو میتوخین نخص بالا مادیم دیگه آور بلی کوتاشته دیگه او تر روست دیدم نمیتونی نشمار که نشان بیدیم دیگه درخت آدم راج گرفته دیگه ما شمار میتونیم از اینجا نشان بیدم دیگه یعنی فهمیدین؟ یعنی میتر این رفقه هم هی خنجیز مو مالا این دیگه این خوبصورتیشه دیگه توق میزنین یا توخی دیگه برادره در خوبصورتیه فهمیدین یکم زوم کنم بلیشی جگایش هو انا شنیدین چیز گفتک گفت فیلان خداحافظ دیگه بس پیش که رفتم شما رو خوب نظاره نشان میدم دیگه با اجازه دیگه خداحافظ